بخش دوم صحبت ما در مورد نمونه بعضی از مواقف از زندگی صحابه. جایگاه صحابه بر همه واضح است. قهرمان های هستند که حتی گاهی عاجز می آییم به این که رادمردی هایشان را در خواب ببینیم. مردانی هستند که یکی از ما خجالت می کشد که خود را با آنها نسبت دهیم به خاطر حقارت اعمال خود ما و به خاطر عظمت خودشان و افعالشان. کردار صحابه را، رادمردی و فداکاری و مبارزات صحابه را تعداد امروز خیال فکر میکنن و وقتی برشان گفته شود که صحابی گونه باش، در جواب میگه قربان صحابه شو، ما به اونها رسیده نمیتونیم. مردان جان برکف، سربازان خستگی ناپذیر، عساکر فدایی، اسب سواران متواضع، شجاعان و دلیران خدایی که دنیا در پیششان بی اهمیت و آخرت نزدشان قیمتی و مهم، دین الله سبحانه و تعالی را نصرت کردند و الله متعال نصرتشان کرد. شهادت را دوست داشتند، زاهد در دنیا و راغب و شوقمند در آخرت بودند، به آخرت بودند. اخوتشان و صحبتشان نمونه هست. ما نیاز داریم به خاطر مواقف صحابه، به خاطر رادمردی های صحابه مجلدات را باید بخوانیم و سخنرانای ادیبی بوده باشه که حق سخن را ادا بکنن تا ای که واقعا محبت صحابه در قلب ما جا پیدا کنه و جاگزین شوه. وقتی ما ای موقف صحابه را میخوانیم، گاهی یک نفر خیال فکر میکنه انفاق تمام مال ابوبکر صدیق رضی الله عنه امروز اگر این کار کسی کنه شاید بگن دیوانه شده. اگر امروز یک کسی کل مال خود را انفاق بکنه شاید بگن که دیوانه شده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه در زمان جاهلیت 40,000 درهم داشت، 40,000 درهم، اما همیشه انفاق کرد و به خاطر آزاد کردن کسایی که مسلمان می شدن همیشه مصرف کرد، به خاطر یاری و نصرت اسلام همیشه مصرف کرد. این ابوبکر صدیق است که همه مال خود را میاره و رسول علیه السلام برش میگه که چه در خانه چی گذاشتی ای ابوبکر؟ میگه الله و پیامبرش گذاشتم. این درجه صدق است و این درجه یقین هست و این توحیدی است که در قلب ابوبکر صدیق موج میزنه. به هر اندازه که عمل تو قوی باشه دلالت بر قوت توحید تو در قلبت میکنه. توحید چیز خشک نیست که دو سه تعریف یاد داشته باشی، بلکه توحید از آثار عمل تو نمودار میشه که چقدر در عمل پیشتاز هستی، به مو اندازه عظمت الله سبحانه و تعالی در قلب توست. عمر فاروق نصف مال خود را میاره و انفاق میکنه فی سبیل الله. یک جیش و یک فوج کامل را عثمان ذوالنورین تجهیز میکنه، تجهیز جیش عسره، کسایی که مجاهدانی که بر غزوه تبوک میرفتن توسط عثمان ذوالنورین تجهیز شد و با مال خود اسلام را یاری کرد و با مال خود جنت را خرید. فدایی و استشهادی اسلام علی ابن ابی طالب وقتی رسول علیه السلام هجرت میکنه و جایش میخوابه در حالی که میدانه که خطر از بین رفتن جانش است. عمیر ابن حمام رضی الله عنه صحابی جلیلی که در غزوه بدر وقتی به رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که بین ما و جنت چقدر فاصله هست، رسول علیه السلام میفرماید که وقتی با این صف مقابل بجنگی و به شهادت برسی مستقیم به جنت میری. چند دانه خرمای به دستش هست، میگه این وقت مرا ضایع میکنه
و میان ما و جنت رفتن فاصله میندازه، خرما را دور میندازه و در صف دشمن داخل میشه تا ای که به شهادت میرسه. انس ابن نضر، کاکای انس ابن مالک رضی الله عنه، صحابی جلیلی که از غزوه بدر باز مانده بود و همیشه افسوس و حسرت میخورد و میگفت که اگر جنگ دیگری صورت بگیره الله متعال مرا میبینه که من چقدر مردی و شجاعتی را انجام میدم. وقتی در غزوه احد است، در حالی که تبلیغات دشمن به حدی رسیده که تبلیغ کردن به ای که رسول علیه السلام به شهادت رسیده و تعدادی از صحابه همت خود را از دست داده اند و شمشیرها از دستشان افتاده و این فکر میکنه که واقعا رسول علیه السلام به شهادت رسیده، با بسیار غیرت و شجاعت وارد صف دشمن میشه. سعد رضی الله عنه میفرماید که چنان شجاعانه و دلیرانه به طرف دشمن میرفت که ما عاجز آمدم و میگفت که قسم به الله که من بوی جنت را در دامنه های احد استشمام میکنم. تا ای که به شهادت رسید و توسط دشمن مسلح شد و جسدش کسی نمیشناخت تا ای که خواهرش آمد و از نشان انگشتش شناختش. اگر کل ایمان امت وزن شوه و ایمان ابوبکر وزن شوه، ایمان ابوبکر سنگینی میکنه. رسول علیه السلام میفرماید مال هیچ کسی بر من نفع نرسانده به اندازی که مال ابوبکر برای من نفع رساند. و قاطع بودنشان، امی ابوبکر صدیقی که چقدر نرم دل هست که وقتی قرآن میخوانه و شروع به گریه و اشک ریختن میکنه، وقتی مسئولیت برش سپرده میشه و خلافت برش داده میشه، بعد از او آنقدر انسان قاطع هست، برش گفته میشود که آلی قبایل عرب مرتد میشن، کسایی که نه اسلام را پذیرفته بودن دوباره مرتد میشن و یک تعداد زکات پرداخت نمیکنن، مانعین زکات هستن. اسامه ابن زید رسول علیه السلام در زندگیش گفته بود که فرماندهی به اسامه ابن زید بود که اینها به طرف شام حرکت کنند. گفت این لشکر به طرف شام روان نکو که در اینجا باز با کمبود فوج مواجه میشیم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت که اگر گوشت های ما را پرنده هم ببره، گفت او کسی را که رسول علیه السلام وصیت کرده که به طرف شام بروه مورد مانع شدنی نیست. و آنقدر قاطع بود که عمر فاروق رضی الله عنه میگفت که چگونه تو میجنگی با کسایی که لا اله الا الله میگن تنها زکات نمیتن؟ میگفت که قسم به الله که من میجنگم با او کسی که بین نماز و بین زکات تفاوت قائل است و اگر یک زانوبندی هم که در زمان رسول علیه السلام یک زانوبند شتر هم که میدادن اگر امروز نتن، قسم به الله که امروزشان میجنگم. و این قاطع بودنش بود که علما میفرمایند که الله متعال در وقت مسئله ردت اسلام به وسیله ابوبکر صدیق نصرت یاری کرد و در وقت فتنه خلق قرآن الله متعال اسلام را به وسیله امام اهل سنت احمد بن حنبل رحمه الله نصرت کرد. جنگی که با مسیلمه کذاب صورت گرفت که افراد مسیلمه کذاب 40,000 بودن فوجش، گرچه بعضی از قومهایش باور نداشتند که مسیلمه کذاب واقعیت پیامبر باشه، میدانستند که انسان کذاب هست، اما به خاطر تعصب قومی در صف از ایستاد شده بودند و میگفتند که اشهد ان مسیلمه کذاب و محمد صادق. میگفت ما شهادت میتیم که مسیلمه کذاب هست، اشهد ان مسیلمه کذاب، ما شهادت میتیم به این که مسیلمه کذاب هست و محمد صلی الله علیه وسلم صادق هست. ولکن
کذاب و ربیع احب الینا من صادق مدر یا من صادق مدر. امی کذاب قوم خود ما از صادق دیگران کرده پیش ما چیست؟ برتر است. و این نعره جاهلیتی است که در طول تاریخ وجود داشته و آلی هم وجود داره. آلی هم وجود داره و ما دیدیم و میبینیم و دیده شده. شیخ الحدیث ها رفتن بر انسانهای فاسق، فاجر، غلام کمپاین میکردن، رای برش میدادن. وقتی برش گفته میشد که چرا از این انسانی که بر همه معلوم است که خائن است، غاصب است، جنایتکار است حمایت میکنی؟ میگفت از قوم خود ما هست، هم زبان خود ما هست. و این نعره جاهلیت در تکر و در ضد با لا اله الا الله هست و تعصب قومی و زبانی و نعره های جاهلیتی که اسلام زیر پای کرده هیچگاهی با کلمه توحید برابر شده، موافق شده و سازگار شده نمیتوانند، بلکه اینها در ضد لا اله الا الله هستند. این شعارهای جاهلیتی که تا امروز هم وجود داره و در وطن ما هم این مصیبت و این شعار پوسیده و گندیده و بدبو وجود داره به نام افتخار به قوم، افتخار به قبیله، افتخار به سمت. هر کسی که شعارهای جاهلیت را بلند میکنه که ما تاجک هستیم حقوق تاجکا، ما پشتون هستیم حقوق پشتونا و تعصب قومی و زبانی را دامن میزنن، بدانن که شاگردای مسیلمه کذاب و از پیروای مسیلمه کذاب هستند. و این بدبویی است که ایمان انسان را سلب میکنه. وقتی جنگ صورت میگیره، فرماندهی لشکر مسلمان ها به پیش اکرمه رضی الله عنه است. مسلمان ها با شکست مواجه میشن و بعد بار دیگر فرماندهی را به خالد ابن ولید رضی الله عنه میتن. بار اول اینها به عقب نشینی میکنن تا ای که لشکر مسیلمه کذاب حدود بیشتر از 10,000 نفرش داخل یک باغ میشن. وقتی که داخل باغ میشن، بعد از او یکی از شیران و دلیران صحابه به نام براء ابن مالک رضی الله عنه داخل میشه. داخلی قلعه میشه تا ای که دروازه را باز بکنه. وقتی که دروازه را باز میکنه، مسلمان ها میبینن که 20 نفر کشته. 20 نفری که در پیش دروازه بوده که را میخواستن مانع شوند، ای براء ابن مالک رضی الله عنه 20 نفر کشته و بعد از او تایی که خود را به دروازه رسانده و بیشتر از 70 یا 80 زخم در وجودش بود. ای کسایی که 100% میدانست که عالمه جان خود را از دست میتم، 100%، اما دین پیششان و رساندن دین پیششان و دفاع از دین در نزدشان از جانشان کرده مقدم و عزیزتر بود. براء ابن مالک صحابی شجاعی که عمر فاروق رضی الله عنه با اونمو شجاعتش اجازه نمیداد که فرمانده شه، میگفت مسلمان ها را میگفت به تباهی و هلاکت میرسانه، مجاهدا را میگفت به خاطر شجاعت زیادش، به خاطر غیرت و دلیری زیادش میگفت وارد صف دشمن میشه و این زود مجاهدای زیادی را تلف میته. این صحابی جلیل دروازه را باز میکنه تا ای که مسیلمه کذاب با دار و دستهش کشته میشن و مسلمان ها به فرماندهی خالد ابن ولید رضی الله عنه به پیروزی میرسن. توسط همین مردای بلند مرتبه هست که دین برای ما رسیده. جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله عنه خادم خود روان میکنه که برای ما اسب خریداری کو. وقتی که اسب را میاره میگه چند خریدی؟ میگه 400 درهم. میگه اسب قیمتی است، نشوه که فروشنده را تو فریب داده باشی. او میگه نه خیر، به اختیار خود بر من 400 درهم داد. بعد دوباره میای به بازار خودش همراه خادمش و این فروشنده را پیدا میکنه و برش میگه که چند فروختی اسبت؟ میگه 400 درهم. میگه قیمت اسب تو خب بیشتر است، چطور تو 400 درهمی را فروختی؟
خب میگه وقت بلندتر است شما بر ما 500 درهم بدین. میگه نه خیر، از این هم بلند است تا ای که به 800 میرسه. میگه بله، قیمت اسب تو 800 درهم است، 400 درهم دیگر هم برش میده. و بعد تا وقتی که تا یک جای پیش میره دوباره صدایش میکنه، میگه بیا اینجا. وقتی که میاد میگه خیال نکنی که من دیوانه هستم و بر تو پیسی اضافه میتم. من صحابی از اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم هستم. وقتی که با رسول الله پیمان و بیعت میکردم بر اسلام، امرای ما که بیعت کرد، دست مرا که گرفت گفت که به این شرط بیعت کنی که نسبت به هر مسلمانی خیرخواه بوده باشی و خیرخواهی به مسلمان این تقاضا را میکنه که من تو را فریب نتم. و این داستانها و مواقف صحابه را شما زیاد خوانده و وقت یاری نمیکنه که به هر کدامش بپردازیم. نمونه ها را بیان کردیم. مقداد رضی الله عنه در یکی از جنگ ها است، میبینه که فرمانده یکی از اساکر خود با سیلی زد. نزدیک میاد برش میگه که چرا این با سیلی زدی؟ وقتی قضیه روشن میشه که عسکر ملامت نبوده، عسکر میگه که دوباره فرمانده را با سیلی بزن و قصاص بگی. او میگه نه خیر، میگه نه خیر، این حقت است که تو باید قصاص بگیری. وقتی عسکری فرمانده را میزنه، بعد مقداد رضی الله عنه حرکت میکنه و این جمله تاریخی و زیبا را میگه که مقداد میگه تو از دنیا میروی و اسلام عزیز میمانه. و امام عادل و ثقه یحیی ابن معین رحمه الله میفرماید که از جمله ثقات و از جمله عدول هست، میگه چه دین زیبایی داریم، تعبیر سخنش همین تو هست، چه دین زیبایی داریم اگر از برایش مردانی بوده باشه. چه دین زیبایی داریم اگر از برایش مردانی بوده باشه.